چند درصد امکان داره با یه میم کوین پولدار شد؟ این خرسه. خرس یه رویا داشت. خرید جزیره شخصی با یه ساحل شنی و آفتاب همیشگی. اون دیده بود که چند نفر با یه ارز شوخی مثل دوج یا شیبا پولدار شده بودن. پس نقشه کشید. شکار میم کوین هایی با صفرهای زیاد. با خودش گفت کافیه یکی از این صفرها کم بشه تا جزیرم رو بخرم. خرس با تمام پسندازش یه میم کوین جدید خرید. یه بلیت بخت آزمایی به سمت رویاهاش. اون شبها خواب جزیرش رو میدید و روزها بازار رمزارزها رو رصد میکرد. دلش پر از هیجان و امید بود. اما واقعاً شانس برنده شدن چقدره؟ هر میم کوین دقیقاً مثل یه بلیت بخت آزماییه. پشت بیشتر اونا هیچی واقعی وجود نداره. نه تکنولوژی، نه محصول، نه راه حلی برای یه مشکل واقعی. فقط یه امید واهی و سازنده‌ای که میتونه هر لحظه با تمام پول شما ناپدید بشه. خرس به دوستای پولدارش فکر میکرد که هر کدوم با یک کلیک جزیره‌های کوچیک و بزرگ خریده بودن. بله، بعضی از این بلیط‌ها برنده میشن، اما آمار چیز دیگه‌ای میگه. تقریباً بیش از 99% میم کوین های جدید شکست میخورن و ارزششون به صفر میرسه. این یعنی شانس شما برای انتخاب یه میم کوین موفق کمتر از 1% هست. این دیگه سرمایه گذاری نیست. این یه قمار با شانس برد بسیار پایین. خرس فهمید که رویاهاش خیلی دور نیستن، اما راه رسیدن بهشون صبر، مطالعه و برنامه ریزی میخواد. نه فقط شانس و یه بلیت بخت آزمایی. نظر شما چیه؟ میم کوین ها سرمایه گذاری هستن یا قمار؟